بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. زمانی که حاج قاسم عزیز شهید شد فکر می کردم تلخترین روزهای زندگیم را سپری می کنم و از نظر من دنیا به آخر رسیده بود، ولی هیچگاه فکر نمی کردم روزی برسد که با شرایطی تلختر از آن روز روبرو شوم. کاش فرصت بود تا کمی درباره عمق و عظمت این مرد الهی و مجاهد صحبت می کردم. امام شهید انقلاب که بعد از امام کبیر انقلاب دومین معلم قرن جدید بود. برای من که قریب 50 سال از نزدیک این شخصیت برجسته الهی و سیاسی را درک کردم، قابل تصور نیست که باید روزهایی را زندگی کنم که آقا در کنارمان نیستند. اما دلیل اصلی باور ما به این بزرگ مرد تاریخ این بود که ما ایشان را سرباز تام و کمال حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌دانیم و سربازی برای او را سربازی برای امام زمان می‌دانستیم و می‌دانیم و اعتقاد راسخ داریم و در این اعتقاد خود ذره‌ای دچار تردید نشدیم که این مملکت آقا امام زمان است.